خب دوستان، میریم برای آموزش این ساک. این ساک رو من با نخ رافیا بافتم. شما میتونین با رافیای کاغذی ببافین، با رافیای تابیده ببافین و که ایستایی خوبی بهتون میده برای این کیف. برای بافت آموزش من از نخ مکرمه کتان استفاده کردم، به خاطر اینکه این نخ روونتر و راحت‌تره برای آموزش. نخ کاغذی به خاطر یه ذره سخت بافته شدنش برای آموزش یه ذره چالش برانگیزه. بنابراین من با این نخ آموزش میدم بهتون که راحت‌تر این بافت رو ببینین و با هر نخی که دوست دارین ببافین. با این نخ مکرمه کتانم قشنگ میشه بافت کیفتون. ابتدا برای بافت این کیف ما زنجیره باید بزنیم که با توجه به ضخامت نخی که دارین قلابتون رو انتخاب میکنین که ما ابتدا یه گره ایجاد میکنیم برای شروع بافتمون و 43 تا زنجیره میزنیم. من در اینجا به صورت آزمایشی روی یه نمونه کوچیک میبافم و بهتون آموزش میدم، ولی اندازه اصلی رو ضمن بافت بهتون میگم. پس 43 تا زنجیره برای بافت اصلی میزنیم. خب بعد از اینکه 43 تا زنجیره زدین، میایم از زنجیره سوم 1 2 3 از زنجیره سوم پای کوتاه میبافیم. 1 2 روی هر زنجیره یه دونه پای کوتاه میبافیم. به زنجیره آخر که رسیدیم، توی زنجیره آخر ما این بافت رو میخوایم به صورت اسپیرال ببافیم، یعنی با بست به هم وصل نمی کنیم، همینطوری دور تا دور بافت رو ادامه میدیم. برای اینکه گم نکنین پایه های اول و آخرتون رو میتونین مارکر بزنین که اشتباه نکنین. پس اینو میبافیم. به زنجیره آخر که رسیدیم، توی زنجیره آخر ما 3 تا پای کوتاه میزنیم. 2 تا، این 3 تا. برمیگردیم درست روبروی پایه ها، روبروی هر پای کوتاه ما یه پای کوتاه میزنیم که باید 40 تا پای کوتاه بزنیم. پای کوتاه میزنیم تا یکی مونده به آخر. خب ببینید ما اینو تا آخر روی هر پای کوتاه یه پای کوتاه زدیم. خب 40 تا پای کوتاه میزنیم. میرسیم به این 3 زنجیره اولی که رها کردیم و پای کوتاه زدیم. خب توی این محفظه اینجا 3 تا پای کوتاه میزنیم. یک، 2 و 3. خب 3 تا پای کوتاه زدین. حالا روی هر پای کوتاه یه پای کوتاه میزنیم. اینجا روی اولین پای کوتاه بعد از این 3 پای کوتاهی که زدیم با یه مارکر علامت میزنیم شروع رجمونو، برای اینکه اسپیرال میبافیم. باز اینجا روی هر پای کوتاه یه پای کوتاه میزنیم تا آخر رج. تا آخر رج که میگم منظورم تا برسیم به این 3 پایه‌ای که این انتهای رج زدیم. خب خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه ما این بافت رو بزنیم اینجا یه توضیح بدم برای اینکه کفی کیفتون محکم بشه. شما میتونین از اینجای کار از نخی که میبافین، مثلا با رافیا دارین میبافین، رافیاتون رو دولا یا سلا بکنین و از این رج شروع کنین ضمن بافت این بافت رافیا رو اضافه رو توی بافت ببافین که بافتتون چند لایه و محکم بشه.
یا اینکه میتونین از این کفی 2 تا ببافین و بعد از اینکه 2 تا بافتین به هم وصل کنین که این کفی محکم بشه. ببینین من چون با نخ مکرمه میبافم، با یه نخ مکرمه دیگه از نخهای اضافتون میتونین توی کار استفاده کنین. و اینجا ببینین از شروع رج، من اینجا اولین پایم بوده، از شروع رج من این نخو توی کار اضافه میکنم که حجم بدم به کفی کارم و کفی کار محکم بشه. حالا من اینجا برای آموزش 1 لا گذاشتم، شما میتونین چند لا بذارین. ببینین این نخ این وسط هستش و ما بافتمون رو روی این نخ میزنیم که این کفیمون یه ذره حجمدار و ضخیم بشه. اینو ادامه میدیم. این اضافهش هم توی کار میگیریم یا میتونین با کشیدن این نخ، ببینید اینجا اینو پنهان کنین. پس این نخ دیگه همراه ما با بافت میاد جلو به این صورت. میبافیم. تا جایی که میرسیم به 3 تا پای کوتاهی که این گوشه زدیم. به این 3 تا پایه که رسیدیم، روی اولین پایش 3 تا پای کوتاه میزنیم به این صورت. بعد برای اینکه گم نکنیم این بافتا و گوشه ها رو، روی اولین پایه که اینجا زدیم، اولین پایه 3 تا پایه‌مون مارکر میزنیم. خب بعد روی پایه دوم این 3 پایه، پایه بعدیمون، این نخ همچنان همراه ما میاد، یه دونه پایه کوتاه میزنیم. خب بعد میایم روی سومین پایه کوتاهی که اینجا داریم گوشه، اینجا هم 3 تا پایه کوتاه میزنیم. خب بعد دیگه همراه با این نخ پایه کوتاه ها رو سر جای خودش میزنیم تا به اون گوشه کار برسیم، به 3 پایه گوشه اون کار. همچنان ببینید نخو من توی کار دارم با بافتم توی کار میبافم و میام جلو. ببینید رسیدیم به این 3 تا پایه کوتاه این سر کارمون. 1 2 3. توی اولیش گفتیم 3 تا پایه کوتاه میزنیم. خب 2 3 میایم روی اولین پایهش یه مارکر میزنیم. پایه بعدی یه دونه پایه تکی خورده میشه. پایه سومی 3 تا پایه کوتاه میزنیم. خب رسیدیم به ابتدای رج. مارکر رو بر میداریم، پایه اول رج جدیدمون رو میزنیم و مارکر رو میذاریم سر جاش. خب و ادامه میدیم، پایه کوتاه میزنیم تا برسیم به 3 پایه‌ای که اینجا زدیم. خب رسیدیم به 3 پایه افزایشیمون. مارکر رو در میاریم، روی اولیش یه پایه کوتاه میزنیم، روی دومیش پایه وسطی 3 تا پایه کوتاه میزنیم. 1 بلافاصله روی اولیش ما مارکر رو میزنیم، همونجا 2 روی همون پایه سومی رو میزنیم. پس 3 پایه کوتاه اینجا خورد. خب بعد اینجا میایم 2 پایه تکی میزنیم. 1 2
روی پایه وسطی این 3 پایه ما می‌خوایم 3 پایه رو بزنیم. اینجا 3 تا پایه تکی میخوره. خب 1 2 3 روی این 3 پایه‌مون 3 تا پایه افزایشی میزنیم. 2 3 مارکر میذاریم که گمش نکنیم. خب پس این طرف رو مارکر زدیم که کجا 3 پایه رو زدیم. حالا تک پایه کوتاه میزنیم تا برسیم به این مارکر. خب رسیدم به مارکر رو بر میدارم. روی پایه اول افزایشیمون یه پایه کوتاه میزنم، روی دومی 3 تا پایه کوتاه توی پایه خورده میشه. 1 2 3 3 تا پایه کوتاه زدم، رو اولیش مارکر میذارم که بدونیم کجا افزایش دادیم. و اینجا 3 تا پایه کوتاه تکی. 1 2 3 روی 3 پایه افزایشیمون رو پایه بعدی با 3 تا پایه کوتاه افزایشی میزنیم. 3 تا پایه زدیم و اینجا مارکرمون رو میزنیم روی آخرین پایه افزایشیمون. خب اینجا ببینین چون افزایش میدیم تعداد دونه های اطراف کفیمون و این ضلع عرضش ما داریم دونه اضافه میکنیم تا کفی بزرگ بشه. اینجا شروع بافتمون بوده. ببینید یه پایه تکی اینجا اضافه شده، یعنی طول کفی داره بزرگ میشه. اون پایه رو تکی رو میزنیم و قسمتی که شروع بافتمون بوده مارکر رو بر میداریم و در جای مارکر ما یه دونه پایه کوتاه میزنیم برای شروع رج و مارکر رو میذاریم سر جاش و ادامه میدیم. پایه کوتاه تک میزنیم تا به مارکر بعدیمون برسیم. خب رسیدم به گوشه این طرف کار. مارکر رو بر میدارم، روی اولی یه پایه کوتاه، روی دومی 3 تا پایه کوتاه اینجا میزنم. ببینید 3 تا پایه کوتاه توی پایه خورد و روی اولین پایه کوتاه افزایشیمون مارکر رو میزنیم. حالا اینجا چون رج جدیده، رج 4، به جای 3 تا پایه تکی ما باید اینجا 5 تا پایه تکی داشته باشیم. 1 2 3 4 5 تا پایه تکی همونو میزنیم. 1 2 3 4 و 5. خب اینجا رسیدیم به 3 تا افزایشی های این ضلع. اینجا رو این مارکر رو ما اینجا دونه آخر زده بودیم، در صورتی که باید رو دونه اول میزدیم. دونه اول 3 تا پایه کوتاه میزنم. پس شد 3 تا پایه کوتاه توی پایه، 5 تا پایه کوتاه تک و اینجا با 3 تا پایه کوتاه افزایشی. رو اولیش من یه مارکر میذارم و بافت رو ادامه میدم با پایه تکی. من این نخو فراموش کردم توی کار بیارم، ولی توی کار شما نخو حتما با بافتتون
بیارین که کفیتون محکم بشه. خب مارکر رو برمیداریم، روی علامتی که زدیم یه پای کوتاه، روی دونه وسط این 3 پای کوتاهمون 3 تا پای کوتاه میزنیم. این 2، این 3. روی اولیش مارکر رو میذاریم. اینطوری با مارکر گذاشتن گم نمی کنین کجا رو افزایش بدین و کی میرسین. خب مثل این طرف کار ما اینجا 5 تا پای تکی میزنیم. 1، 2، 3، 4 و 5. مارکرمون رو برمیداریم و توی دونه اینجا 3 تا پای کوتاه میزنیم. خب مارکرمون رو میذاریم رو اولیش. ببینین اینجا شروع رجمونه، اینجا 2 تا پای تکی داریم. 1، 2. خب ببینین این کفی ماست که به صورت مستطیل تشکیل شده. خب ما 4 رج برای کفی میبافیم. وقتی که 4 رج بافتیم ما دیگه نیازی به این مارکرها نداریم به جز مارکر شروع رجمون. همه رو اسپیرال بافتیم. حالا باید 1 رج دور تا دور پای کوتاه بزنیم، دیگه افزایش نداریم. 1 دور که پای کوتاه میزنیم دیگه اسپیرال نیست، ما سر شروع رجمون دیگه بست میزنیم. خب ما در این رج 4 مارکر شروع رج رو برمیداریم، پای کوتاهمون رو میزنیم. اینم پای کوتاه شروع رج. خب میذاریم مارکر رو سر جاش و همه رو پای کوتاه میزنیم. ببینین دیگه نیازی به این مارکر نداریم چون نمیخوایم 3 پایمون رو پیدا کنیم و برای افزایش بدیم. روی همشون میخوایم پای کوتاه بزنیم. ببینین این گوش است، روی همه پای کوتاه زده میشه. به این ترتیب میبافیم تا به مارکر شروع رج برسیم. خب من رسیدم به انتهای رجم که 1 رج پای کوتاه زدم. به پای شروع رج که رسیدیم دیگه اینجا پای کوتاه نمیزنیم، شروع رجمون رو یه بست میزنیم. خب حالا میخوایم دیواره کیف رو شروع کنیم. برای دیواره 1 زنجیره میزنیم و روی همینجا 1 پای کوتاه میزنیم و در راستای این پای کوتاه رج قبلی اینجا 1 پای متوسط میزنیم به این صورت. خب یه پایه رها میشه، پایه بعدی 1 پای کوتاه و در راستای این پای کوتاهمون اینجا ببینید در راستای این پای کوتاهمون در رج قبل میایم اینجا 1 پایه متوسط میزنیم به این شکل. 1 پایه رها رو پایه بعدی 1 پایه کوتاه میزنیم. دوباره در راستای این پای کوتاه در رج قبل میایم 1 پایه متوسط میزنیم. 1 پایه رها میشه، پایه بعدی 1 پایه کوتاه. خب من اینو
ببینید در راستای این پایه کوتاه رج قبل در اینجا یه پایه متوسط میزنیم، نخو میکشیم تا اینجا میاریم در راستای بافتمون و پایه متوسط رو میزنیم، یک پایه رها، پایه بعدی یه پایه کوتاه میزنیم در راستای این. ببینید میایم این پایین یه پایه متوسط، یک پایه رها، پایه بعدی پایه کوتاه و یه پایه متوسط که نخو میکشیم در امتداد رجمون پایه متوسط رو میزنیم، این رها، بعدی پایه کوتاه و به این شکل تا آخر رج ما این بافت رو ادامه میدیم. خب ببینید این بافت رو ما میبافیم تا به انتهای رج برسیم. خب ببینید یک رج رو بافتیم. قبل از اینکه اینو چیز کنیم، این نخی که متن کارتون، کفی کار تو ضمن بافتتون داشتین می آوردین، همون رج اولی که یک رج پای کوتاه میزنین، نختون رو دیگه کات کنین، چون برای دیواره دیگه نخ نباید توی کار بافته بشه. بعد به انتهای رج که رسیدیم، توی یک تک زنجیره‌ای که بست زدین توی اینجا یه بست میزنیم. خب بعد یه زنجیره میزنیم. دقت کنین تمام کار ما با این دو رج بافته میشه. این رج اول، رج دوم الان بهتون میگم، همه این دیواره فقط با این تکرار دو رج بافته میشه. یه زنجیره که زدین کارتون رو برمیگردونین و داخل این تک زنجیره اینجا که زدین، ببینید داخل اینجا با یه پایه متوسط دقیقاً اینجا بافتتون رو شروع میکنین. تمام رج ها با یه پایه متوسط شروع میشه، یه دونه رها، توی بعدی یه پایه کوتاه و در امتداد این میایین توی پایه کوتاه رج قبل اینجا، این پایه کوتاهتونه. ببینید یه پایه متوسط میزنید، یه پایه رها، در اصل پایه‌ای که رها میشه پایه متوسطتونه. توی پایه کوتاه بعدی یه پایه کوتاه میزنین و در امتدادش توی پایه کوتاه رج قبل یه پایه متوسط میزنین. پایه متوسط رج قبل رها، بعدیش یه پایه کوتاه و در امتداد اون میایین پایین توی پایه کوتاه رج قبل یه پایه متوسط میزنین به این شکل. این پایه متوسط رها، پایه بعدیش پایه کوتاه، در امتدادش توی رج قبل اینجا توی پایه کوتاه یه پایه متوسط میزنیم، این رها میشه پایه کوتاه، در امتدادش رج قبل اینجا یه پایه متوسط. دقت کنین این پایه رها، پایه بعدی پایه کوتاه، در امتدادش اینجا یه پایه متوسط. میبینین این رج رو به همین شکل میبافیم تا برسیم به انتهای رج. خب بافتم، داریم به انتهای رج میرسیم. ببینین پایه متوسط رها شده، پایه کوتاه بعدی و در امتداد یه پایه متوسط میزنیم. خب سر رج تو این تک زنجیره‌ای که اینجا زدیم، اینجا یه بست میزنیم، یه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. خب ببینید طرحمون دیواره داره میفته. یه زنجیره زدین، ابتدای کارمون با یه پایه متوسطه. ببینید در امتداد اینجا که بست و زدیم، کنار این پایه متوسط در اینجا میایم توی رج قبل یه پایه متوسط میزنیم. خب پایه بعدیمون ببینید متوسطه، کاری نداریم، رها میکنیم، میریم پایه بعدی پایه کوتاه رو میزنیم.
در امتداد پای کوتاه روی این پای کوتاه رج قبل ببینین اینجا یه پایه متوسط، این پایه رها پایه کوتاهی که بعدیه، یه پایه کوتاه روش میزنیم و در امتدادش رج قبل ببینید یه پایه کوتاه کنار اینجا ببینین اینجا یه پایه متوسط میزنیم، دوباره این رها بعدی پایه کوتاه. اینقدر من تکرار میکنم برای اینکه اینا رو سر جای خودشون بزنین تا این طرحتون بیفته. ببینید پس ما این دو رج رو داریم تکرار میکنیم. این رج رو که به این شکل میبافیم میرسیم این سر یه بست میزنیم با یه زنجیره، کارو برمیگردونیم، رج رو همینطوری با یه پایه متوسط شروع میکنیم، ادامه میدیم بافتمون رو میبافیم. تمام این دیواره با این دو رج به این صورت بافته میشه. خب من یه پایه دیگه توضیح میدم که دیگه کاملا ببینیم. پایه‌ای که متوسطه اینجا، این پایه بعد از اینا رها میکنیم، یه پایه کوتاه اینجا داریم، همینجا یه پایه کوتاه میزنیم، درسته؟ خب رج قبلش یه پایه کنار این پایه ببینید اینجا یه پایه متوسط میزنیم، دوباره این رها پایه بعدیش یه پایه کوتاه و در امتدادش اینجا ببینید در امتدادش اینجا یه پایه متوسط میزنیم. خب میبافیم اینو تا دیواره‌ای که ارتفاعی که نیاز داریم بافته شه. ارتفاع دلخواهه ولی میتونید تا 32 رج اینجا رو ببافیم. خب ببینین دوستان، ما این دیواره رو گفتیم ادامه میدیم میبافیم تا ارتفاع دلخواه میبافیم که من گفتم حدود 32 رج ببافیم. وقتی که بافتین دیواره رو، ارتفاع دیوارتون باید اتمام کارتون رج رو باشه، یعنی رج پشت که اینطوری میبافیم از پشت نباشه، از رو باشه. رج رو رو تموم کرده باشیم. بعد میایم برای تقسیم بندی دهانه کیف و برای دسته کیف. ببینیم این کیفمونه، ما این کفی رو بافتیم، بعد دیواره رو بافتیم. نگاه کنین این نقش دیواره روی رافیا به این شکل، روی مکرمه به این شکل، خیلی زیبا میشه. حالا ارتفاع دلخواهتون که رسید، من این ارتفاع کیف خودم رو به شما بگم. از دهانه کیف تا این کفی 23 سانت 23 سانت شده. ببینید تا اینجا که دیواره شروع شده 23 سانته. خب بعد میایم چه کار میکنیم؟ دهانه کیف رو ما تقسیم بندی میکنیم به 3 قسمت، یعنی تعداد دونه ها رو میشمریم، به 3 قسمت تقسیم میکنیم و از جایی که تقسیم کردیم، مثلا اینجا من ببینید 52 تا دونه من توی نمونه دارم. شما در اینجا تعداد دونه هاتون بیشتره. ببینید تقسیم بندی که میکنیم دونه ها رو به 3 قسمت، رو به روش میشه اینجا، رو به روی اینم میشه اینجا. خب وقتی به 3 قسمت تقسیم کردیم، با مارکر علامت گذاشتیم، میان چه کار میکنین؟ تعداد دونه هایی که این ور علامت زدین باید با تعداد دونه هایی که این طرف علامت زدین یکی باشه و این تعداد هم همینطور. تعداد این وسط باید این تعداد با این طرف نقطه مقابلش تعداد دونه هاتون یکی باشه. تقسیم بندیتون رو که انجام دادید، مارکر گذاشتین، بعد این نخو روی رج که تموم شد اینو کات میکنین و نخو اون پشت پنهان میکنین. حالا برای من چون کار نمونه است دیگه، نخمو چون بعداً میخوام این کار رو بشکافم و استفاده کنم،
برش نمیزنم. ببینیم برای این کار میایم چه کار میکنیم. از اینجا مثلا این تقسیم بندی مونه، اصلا فکر نکنین اینجا هست، من این نخو بریدم تموم شده. خب از داخل اینجا، از داخل کیف یه سمت این طرف و از اینجا که مارکر داریم ما میایم چه کار میکنیم، نخو میگیریم. من این مارکر رو در میارم، از اینجا ببینین از رج پشت شروع میکنیم، نخو اضافه میکنین، نخو در میارین، یه زنجیره همینجا، یه پای کوتاه و در امتداد بعد میایم چیکار میکنیم اینجا در راستای الان دونه‌ای که ما شروع میکنیم، خوب شد این اتفاق افتاد، دونه‌ای که میخوایم بگیریم باید دونه روی پای کوتاهمون باشه. روی پای کوتاه دونه که گرفتیم، ببینین یه پای کوتاه رو اینجایی که پای کوتاه رج قبل داریم میبافیم. من اینو بردارم که متوجه بشین. در راستای این میایم یه پای متوسط میزنیم و مدل رو ادامه میدیم. به این ترتیب میبافیم تا برسیم به این مارکر. توجه کنیم در این فاصله بافت، تو این مقطع بافت ما قبلا دیواره بافت رو که میبافتیم شروع بافتمون با پای متوسط بود هر رج. در اینجا شروع بافتمون همیشه با پای کوتاهه و از داخل شروع کردیم میبافیم تا به مارکر برسیم. خب من دارم به مارکر میرسم. خب به مارکر رسیدم. اینجا ببینیم با پای متوسط تموم میکنیم کارو، یا میتونیم مارکر رو برداریم. تعداد دونه هامون به هم میریزه، ولی اگه من یه دونه دیگه اینجا بزنم، پس یه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم و دوباره ببینید با پای کوتاه این پای متوسط رو رها میکنیم، یه پای کوتاه میزنیم و در امتدادش یه پای متوسط. خب این رج رو میبافیم تا این قسمت. خب انتهارم بافتیم، با یه زنجیره برمیگردیم و دوباره بافتمون رو با یه پای کوتاه شروع میکنیم و میبافیم. خب اینم میبافیم تا اینجا. پس این قسمت رو ما هی رفت و برگشت به این صورت میبافیم تا ارتفاع بافتمون اینجا، من اینجا چند رج بافتم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رج من اینجا بافتم، ولی از نظر تعداد رج بافت حالا نگیم، ارتفاعش حدود 5.5 سانت 5.5 سانت من اینجا برای این ارتفاع بافتم. وقتی که هر دو قسمت کار رو این ور رو که بافتین نخو کات میکنین و میایین این طرف، نخو از پشت کار از اینجا اتصال میدین و دوباره هر کاری که این طرف کردین این طرف هم میبافین. به این صورت این قسمت کار کیفتون تموم میشه. بعد از این کار میان چیکار میکنین؟ من یک رج دور تا دور بافت و بافت بست زدم که یه حالت شکیلتر و منظمتری پیدا میکنه. بعد نیومدم دسته رو روی کار ببافم، برای اینکه دسته مقاومتر و
با استحکام باشه یه همچین دسته‌ای بافتم و از داخل این دسته رو به این شکل دوختم به کیف که محکمتر و جوندارتر این دسته. حالا برای آموزش دسته کیف، برای بند کیف میایم با یه گره ایجاد میکنیم، 1 2 تا زنجیره میزنیم، توی دومین زنجیره یه پایه کوتاه میزنیم، کارو به این شکل که هست برمیگردونیم. خب و از داخل این نخی که این پشته، ببینیم از داخل این نخی که این پشته نخ میگیریم در میاریم یه پایه کوتاه. خب بعد دوباره کارتون رو به این شکل میپیچونیم برمیگردونیم. این دفعه ببینید 2 تا حلقه نخ اینجا داریم، ببینید این 1 این 2 این شکلی. خب از اینجا قلاب رو رد میکنیم، نخ رو میکشیم بیرون و 2 تا رو یکی میکنیم، دوباره میپیچونیم از داخل این 2 تا حلقه کنار کار قلاب رو رد میکنیم و یه پایه کوتاه میبافیم، دوباره کار رو میپیچونیم به این شکل. میپیچونیم. خیلی کار بافت آسونی داره. اینو اینقدر میبافیم تا ارتفاع بندتون به 40 سانت برسه. 40 سانت که رسید نختون رو کات میکنین، یکم نخ اضافه بذارین دو طرف کار برای اتصال به کیف از همون نخ استفاده کنین. خب دوباره میپیچونین. میبینین طرح داره میافته. خب حالا برای اینکه این کیف دستش محکم بشه، ببینین درست نقشه بافت همینه. برای اینکه دسته کیف محکم بشه نختون رو دولا کنید. دولا که میبافین این بند محکمتر و یه ذره قطورتر میشه. با دولای نخ ببافین و بعد از اینکه 40 سانت شد دیگه دو طرف کیف رو اتصال میدین به این شکل. اینجا دوخته میشه و کار کیفتون تمومه. اگر دوست داشتین میتونین از این آویزایی که من بهتون آموزش میدم ببافین از این صدفا و به کیفتون آویزون کنین، خیلی شکیلتر و شیکتر میشه. انشالله که استفاده کنین و لذت بافتشو ببرین.